بنده علی محمد جمشیدیان هستم، مدرس رانندگی. امروز میخوام در مورد یک مسئله با شما صحبت کنم که بسیار زجرآور، شکنجه آفرین و در واقع مخرب اعصاب ما شده در بیشتر مناطق. بله، درست هستن. ترافیک. یه روز توی خیابون پشت فرمون ماشین نشسته بودم، با خودم فکر کردم چرا اینقدر ازدحام هست؟ چرا ما خیابون هامون به مقصد به موقع نمیرسونه؟ چطور شده که ما همه همزمان میخوایم به یه مقصد برسیم؟ بعد به فلسفه‌ای پی بردم که فلسفه انتخابه. چرا ما انتخاب درست نداریم که بایستی همه در یک زمان به مقصد برسیم؟ چه اشکالی داشت اگر من در مسیرم مترو قرار داشت به جای استفاده از خودروی شخصی از مترو استفاده کنم؟ من اگر توانمند این بودم که با دوچرخه به مقصد برسم، چرا این کار رو نکنم؟ و آیا من با این حرکت درست و بجا نمیتونم نقش مهمی در حل ترافیک داشته باشم؟ شما چطور؟ آیا فکر کردیم به این مسئله؟ ما همه میتونیم معضل ترافیک رو به یک فرصت تبدیل کنیم. فرصتی که میتونه به ما نقش زیبا و آفریننده لحظات خوب رو بده. میتونیم با همدیگه صحبت کنیم، میتونیم پادکست ها گوش کنیم، در خودمون میتونیم روانتر برسیم، ولی با انتخاب بهتر. مشکل امروز ما مشکل انتخابه. معضل خیابان ها رو ما نمیتونیم حل کنیم، ما نمیتونیم خیابان ها رو عریض کنیم، اما میتوانیم دلهامون رو بازتر کنیم. با یک لبخند، با یک گذشت و با یک راه دادن به آمبولانسی که بیماری در اون منتظر به شفا. آیا اگر این بیمار تلف بشه، آیا اگر بچه‌ای در راه مدرسه دچار تصادف بشه، آیا ما میتونیم خودمون رو ببخشیم؟ قطعاً جای سواله. چقدر همه ما، من، شما، دیگران، مسئولین، چقدر در این مورد تفکر کردیم؟ چقدر نتیجه گرفتیم؟ و اگر ما بتوانیم با انتخاب درست و صحیحمون قدمی در راه این معضل برداریم، همیشه مشکل ترافیک رو به فرصت تبدیل کردیم. چرا ما باید همیشه بخشی از مشکل باشیم؟ ما می توانیم در پشت فرمان بخشی از راه حل باشیم. آیا بهتر نیست که این گونه عمل کنیم؟ به قول شاعر که میگوید تند رفتن نشد مردی، شرط آن است که برگردی. به افتخار خودتون که به من گوش کنید.